مقصدم در زندگی چی است؟ مقصدم خودم مقصدم اولش که همسرم اگر خدایی کنه که ما فرزند باشیم فرزندم. عاشق شدی؟ عاشق شدم ولی کودکانه بود. فکر میکنم عشق وجود ندارد. به عشق زندگی معنا ندارد. فکر میکنم که ای دیروزرم عاشق ترم. خوشبختی رو در چی میبینی؟ خوشبختی بله. البته که پول. وقتی خنداش. اگر خدای نکند جدا شوین، اگر که جدا شویم فکر میکنم آزادتر و خوبتر زندگی میکنم. ما جدا نمیشیم. فرض کردیم که شویم، غیر امکانه. ما اگه اون وقت جدا باید نشیم. این فقط یک مثال بود. اینجا شاید کپور کردن نمیتونم. شما با یک اشتباه وقتتون رو از دست میدهید. مهم نیست. لیکن میمونم که زیباترین اشتباهم چشمای خوشروی بود.